وقتی شادی سهرخند بهری او تقدیم سازم و سری تابوتی خود دور از ایرانم. باری دیگر بینگرم، باری دیگر بینگرم بر چشم یارم، پس روم آسوده بر کنجی مزارم. پس روم آسوده بر کنجی مزارم. شب 18 فوریه 2024 سراینده و آهنگساز معروف تاجیک حافظ خلقی تاجیکستان، حافظ خلقی ازبکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، رهبر انسامبل دولتی فلک در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان دولتمند خولوف بعد از بیماری طولانی در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. چند روز قبل از بیماری این هنرمند تاجیک وزارت فرهنگ کشور رسما اعلان نموده بودند که پیوندانش برای طبابت او را به دولت‌های گوناگون بردند، ولی طبیبان به دردش درمان پیدا کردن نتوانستند. چند روز پیش دولتمند خولوف را از مسکو به دوشنبه آورده در بیمارستان قریه بالا بستری نمودند و در این بیمارخانه این سراینده خوش‌آواز از عالم درگذشت. مراسم جنازه دولتمند خولوف امروز وقتی نماز پیشین در مسجد امام ابو حنیفه شهر دوشنبه برگزار شده. در آن صدها نفر دوستان، همکسبان، پیروان و مخلصان و هواداران شرکت داشتند. مرحوم را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. دولتمند خولوف 26 اکتبر سال 1950 در ناحیه شوراباد ولایت ختلان به دنیا آمده. اولین بار در سن 13 سالگی در سوگ پدرش درد و علم‌های جگرسوز خود را با ترانه بازگو نموده است. او نواختن اسباب‌های موسیقی را از قبلگاهش آموخته و از دست دادن پدر برایش تلفات بزرگی بود. دولتمند خولوف یکی از بنیادگذاران ژانر فلکسرایی به شمار می رود و سالهای زیاد رهبری انسامبل فلک را بر دوش داشت. او در برابر مخلصان داخلی همچنین هواداران زیادی در کشورهای فارسی زبان داشت. آمد بهار جانها ای شاخی تر برقصا، چون یوسف اندر آمد بیس شکر برقصا. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم بسیار ارزشمند دولتمند خولوف را در رشد صنعت آوازخوانی مخصوصا سرودهای خلقی و ژانر فلک تاکید کرده به اهل عائله و نزدیکان و پیوندان او همدردی عمیق بیان کردند. مرگ این هنرمند اصیل تلفات بزرگ است برای صنعت تاجیک. اهل ایجادی سامانه عائله از درگذشت استاد صنعت تاجیک دولتمند خولوف اندوهگین بوده. به اهل عائله و پیوندان مرحوم در تحمل این فاجعه از درگاه خداوند صبر جمیل خواهانند. جای استاد دولتمند خولوف جنت جاویدانه بود. در قلعه نام خود بقای هنرنده در پاهیگری مرتبه دولتمنده فلک سرا گدایی هنرند، یک جمله فلک سرا گدایی هنرند.